سلام بچه ها، ما مدارگستر هستیم. اومدیم برای مدار مقاومت متغیر. بچه ها الان وسیله رو مشخص کنیم. مقاومت متغیر یکی لازم داریم با یک لامپ LED قرمز و یک مقاومت 560 میخوایم. الان ما طبق مدارمون ببندیمش. بچه بریم مدار رو ببندیم. Let's go. بچه الان مدار رو ببندیم. ما الان یه جا باتری رو بستیم با یک از کلیدام. الان ما اینو ببندیم. بچه هم ویدیو رو ببینید، لایک و فالو یادتون نره و زنگوله رو بزنید اگر از طرف ما ویدیویی اومد شما خبردار بشید. بچه الان مقاومت 560 رو داریم میبندیم. بعدش باید بریم مقاومت متغیرمون رو ببندیم. الان بچه الان یک طرف از مقاومتمون از سمت مقاومتمون بسته شده، از سمت مقاومت 560 به مقاومت متغیر. بچه این اصلا مثبت منفی نداره، هیچ ربطی نداره از کدوم سمت ببندیم. الان باید ما یه سیمی از این بکشیم ببریم به LED قرمزمون. بچه الان این سیم برداشتیم بستیم. بچه ها هیچ فرقی نمیکنه که کلیدتون فنری باشه یا دکمه ای، هیچ فرقی نداره. بچه ها ولی حواستون باشه که بعد حتما به مثبت LED وصل بشه وگرنه کار نمیکنه یا LED تون دچار سوختگی میشه. بچه الان LED رو بستیم. حالا ما یه سیمی نیاز داریم که از اینجا وصل کنیم، از منفی وصل کنیم که به منفی LED قرمزمون بکشیم که میرسه. بچه الان ما حواسمون نبود، بعد یک ردیف ببریمش جلو. بچه ما الان یه ردیف آوردیمش جلو. حالا لازمه که از منفی کشیدیم به منفی LED وصل کنیم. برای تستش let go. بچه حالا ما باتری اونو گذاشتیم، حالا میخوایم برای تستش بریم. بچه این حواستون باشه اینو آروم آروم بچرخونید، اگه زیاد بچرخونید پایات از جاش رد میکنه و خراب میشه. حالا بچه میخوایم بریم برای تستش. LED رو الان ما اینو میچرخونیم کم نور پرنور میشه. نگاه کنید بچه خیلی کم، بعد یواش یواش پرنور میشه. تا یک مدار دیگری بدرود.